به نام خدا. سلام. توی این قسمت میخوایم راجع به توزیع پواسون صحبت کنیم. توزیع پواسون یکی از توزیع‌های گسسته است که ما توی یک واحد پیوسته به دنبال تعداد موفقیت‌ها هستیم، به دنبال تعداد اتفاقات هستیم. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که توی 1 متر مربع پارچه به دنبال تعداد زدگی‌ها هستیم، یا در 10 دقیقه به دنبال تماس‌های تلفن هستیم، یا توی 1 کیلومتر بزرگراه به دنبال تعداد تصادفات هستیم. در این صورت میتونیم از توزیع پواسون استفاده کنیم. پس تو توزیع پواسون متغیر تصادفی X رو تعداد موفقیت‌ها در یک فاصله زمانی یا ناحیه مشخص تعریف کنیم. در این صورت میگیم Xمون دارای توزیع پواسونه با پارامتر لامدا که این لامدا دوستان متوسط تعداد اتفاقاته. خود صورت سوال بهمون میده. فرم تابع چگالیش به این صورت fx xمون ای به توان منهای لامدا به توان x به روی x فاکتوریل هست که x همون تعداد موفقیت هست، یا هیچ موفقیتی نداریم یا یکی دوتا و الی آخر. بریم مثال ببینیم. خب میگه یه دستگاه چاپگر کامپیوتری به طور متوسط توی هر ماه، واحدش پس اینجا چیه؟ 1 ماهه. میگه توی هر ماه 2 بار بررسی میشه. چون به طور متوسط گفته یعنی لامدای ما چقدر هست؟ لامدای ما توی هر ماه برابر با 2. احتمال اینکه در 1 ماه کمتر از 2 بار بررسی بشه، پس احتمال اینکه xمون توی 1 ماه از 2 بار کمتر بررسی بشه، احتمال اینکه xمون کوچکتر از 2 باشه. خب فرم تابع چگالیش چیه؟ با توجه به صورت سوال ای به توان منهای 2 به توان x به روی x فاکتوریل، پس برابر میشه با احتمال اینکه xمون 0 باشه به اضافه احتمال اینکه xمون 1 باشه. احتمال اینکه xمون 0 باشه یعنی fx 0، xمون 1 باشه fx 1. یه بار هر جایی که x دیدیم 0 رو میذاریم، میشه ای به توان منهای 2 به توان 0 به روی 0 فاکتوریل. یک بارم 1 میذاریم، ای به توان 2 ای به توان منهای 2 به توان 1 به روی 1 فاکتوریل که برابر میشه با 3 تا ای به توان منهای 2 مساویه با 406 هزارم. حالا بریم سراغ قسمت ب. احتمال اینکه در 3 ماه این چاپگر حداقل 2 بار بررسی بشه. خب واحدش چیه دوستان؟ واحدش 3 ماهه، در حالی که واحد ما چی بود؟ واحد ما هر ماه بود. توی هر ماه به طور متوسط 2 بار بررسی میشد. خب توی 3 ماه به طور متوسط چند بار بررسی میشه؟ لامدای جدیدمون میشه 6 بار. پس فرم تابع چگالیمون در این قسمت میشه ای به توان منهای 6 به توان x به روی x فاکتوریل. حالا صورت سوال چی رو میخواد؟ احتمال اینکه xمون بزرگتر مساوی با 2 باشه.
این برابر است با 1 منهای احتمال اینکه ایکسمون کمتر از 2 باشه 1 منهای fx صفر منهای fx 1. درسته؟ پس برابر میشه با 1 منهای ای به توان منهای 6 به توان 0 به روی 0 فاکتوریل منهای ای به توان منهای 6 به توان 1 به روی 1 فاکتوریل که برابر میشه با 98 26 10,000. بریم مثال بعدی. به طور متوسط در هر 10 دقیقه 6 مشتری به پای صندوق پرداخت یک فروشگاه میرسند. پس واحدش چیه؟ 10 دقیقه. به طور متوسط وقتی میگه یعنی چی رو داره میگه؟ بچه داره توی یه واحد پیوسته تعداد میشمره. هم که توی یه واحد پیوسته داره تعداد میشمره ما متوجه میشیم که باید از توزیع پواسون استفاده کنیم. حالا میخوایم ببینیم لانداش چقدره. خودش معرفی میکنه، میگه به طور متوسط توی هر 10 دقیقه 6 تا مشتری. پس لاندامون 6 هست ولی برای 10 دقیقه. احتمال اینکه در 10 دقیقه حد اکثر 4 مشتری، یعنی احتمال اینکه ایکسمون نهایتاً 4 تا مشتری رو داشته باشه برابر میشه با سیگما تا ایکسمون از 0 تا 4 ای به توان منهای 6 به توان x به روی x فاکتوریل که برابر میشه با 0 ممیزه 28 51. خب بریم قسمت ب. احتمال اینکه در 5 دقیقه حداقل 2 تا مشتری به پای صندوق برسن. خب ما توی 10 دقیقه به طور متوسط 6 تا در 10 دقیقه به طور متوسط در هر 10 دقیقه به طور متوسط 6 نفر پای صندوق میرفتن. حالا در 5 دقیقه چند نفر؟ یه لاندوی جدیدی رو باید پیدا بکنیم. لاندوی جدیدمون میشه 6 ضرب در 5 تقسیم بر 10 که برابر با 3 میشه. پس فرم تابع‌چگالیمون در این صورت با این لاندوی جدید چطور میشه؟ fx مون میشه ای به توان منهای 3 به توان x به روی x فاکتوریل. حالا احتمال اینکه کمش 2 تا مشتری به پای صندوق ها برسن 1 منهای احتمال اینکه x مون کوچکتر از 2 باشه 1 منهای fx 0 و fx 1 منهای ای به توان منهای 3 به توان 0 به روی 0 فاکتوریل ای به توان منهای 3 به توان 1 به روی 1 فاکتوریل. اینجا از یه منفی فاکتور گرفتم به خاطر همین بینشون مثبت شد که برابر میشه با 8009 10,000. همونطور که توزیع دو جمله جدول داشت توزیع پواسون هم جدول داره. خب همونطور که قبلا هم گفتم خدمتتون جدول ها به ازای پی های x های کوچکتر مساویه با x یه عددی هست. مقدار این پی رو بهمون جدول میده به ازای x های مختلف که حالا بعضی از جداول این x رو با r نشون میدن. بریم جدول ببینیم. اینجا یه جدول از توزیع پواسون هست. این مویی که اینجا نوشته در واقع همون لاندای ماست و این آر هم ایکس ماست به ازای مقادیر مختلف لاندا که حالا از 1/10 شروع کرده رفته به بالا به ازای لانداهای مختلف و ایکس های مختلف
چی رو حساب کرده؟ احتمال ایکسای کوچکتر مساوی با ایکس. به عنوان مثال توی این مسئله‌ای که حل کردیم اینجا لاندامون 6، ایکس کوچیکمون 4. لاندا 6، ایکس کوچیکمون 4. بریم اینجا پیدا کنیم. لاندامون 6. خب 5 رو داریم، 6 رو نداریم. جدولش اینجا نیست. مثال بعدیش رو ببینیم که لانداش رو داشته باشه. اینجا لاندامون 3 هست. ایکسای کوچکتر از 2 رو باید تبدیلش کنیم به حالت تساوی. ایکسای کوچکتر مساوی با 1. بریم برای لاندای 3. این لاندای 3. ایکسای کوچکتر مساوی با 1. خب 1 اینجاست. بله و مقدارش برابر میشه با چقدر؟ برابر میشه با پس احتمال ایکسای کوچکتر مساوی با 1 برابر میشه با 1991. جایگذاری میکنیم اینجا 1 منهای 1991 که برابر میشه با 8009 10000. درسته؟ یه مثال دیگه حل کردیم. اینجا مثالمون لانداش چند بود؟ لانداش 2 بود. احتمال ایکسای کوچکتر مساوی با 1 رو میخواست. بریم توی جدول. لاندا 2 اینجا من یه رنگ دیگه استفاده کنم. لاندا 2 ایکسای کوچکتر مساوی با 1. این لاندای 2 اینجا هم کوچکتر مساوی با 1. مقدارش شده 40 60. محل تقاطع این دوتا نمودار با هم میگه، این دوتا شکل با هم میگه 40 60 10000. بریم مقدارش رو ببینیم. بله و مقدارش شده 40 60 10000 یا 406000. خب این شد نحوه استفاده کردن از جدول توزیع پواسون. ما تو توزیع پواسون همچنان هم میتونیم از نرم افزار آر کمک بگیریم و این مقادیر رو حساب کنیم. بریم ببینیم کار با نرم افزار به چه صورتی هست.